استوامک غیر از خویشی با پدرم دوست بسیار نزدیکم بود. هر یک به آن دیگر جوره گفته خطاب میکردند. در فکر و عقیدهشان در حق آدمان هم هر دو یک بودند. فقط فرق در اینجا بود که استوامک شیرین زبان، خوشمعامله بود و کاری بدی آدمان را با شیرین سخنی بر رویشان میزد. چنانچه ما عزیز خواجه نام همسایه داشتیم. او اعلام خواجه نام پسرش را به درخت بسته سخت زدن گرفت. استوامک فریاد اعلام خواجه را شنیده به حولی آنها گذشت و دست عزیز خواجه را داشته گفت: بس کنید، ایشانمک توبه کرده است. من بعد از گفت و فرمان شما نمی براید. این دیوانه شده است. این را زده هوشیار کردن در کار است. این توبه را نمی داند. گویان عزیز خواجه چندله می کرد که از دست استوامک رهایی یافته پسرش را زند. استوامک گفت: ایشانمک، شما غلطی آدم بوده اید. مگر دو دیوانه را در یک حولی نمی مانند؟ و حال آن که در دیهه خودمان من 10 حولی را می دانم که در هر کدامش 2-3 دیوانه است. استوامک با این سخنی خودی عزیز خواجه را دیوانه گفته بود و این چونین دیگر ایشانهای دیوانه خان آن دیه را نیز سنگ زده بود. لیکن همه این گپ ها نیز با شیرین زبانی گفته شده بودند. شنونده به خودش دخلدار بودن این سخنها را فهمد هم به جواب گرداندن سخنی مناسب نمی یافت. اما پدری من یک درجه دغل و سخت گپ بود. او کارهای به خودش نامقبول را با سخنهای سخت و تلخ فاش می کرد و از رنجیدن طرف مقابل هیچ پروا نداشت. لطفیلا گوپان. در ساکتری کسی دیگری که با وجود خردسالیم دقت مرا به خود کشید، لطفیلا گوپان نام کسی بود. او پسری از دنبال زنش آمده اویز خواجه نام همسایه بیواسطه ما بود. اویز خواجه دهقان بیزمین بود. او در زمین زمیندارانی که خود کار نمی کردند یا کار کردن نمی توانستند چاریه کاری و با اصطلاح آن وقت کارندگی می کرد. اویز خواجه 2 پسر خرد داشت. کلانش نظام خواجه نام داشت که او را به خواندن مانده بود و دیگرش همسال من بوده، هنوز از دستش کار نمی آمد. خودی اویز خواجه باشد آدمی سرگپی کم کار بود. 20 تناب 5 گکتر زمین را که او به کارندگی گرفته بود تنها همین لطفیلا گوپان کار می کرد. در ساکتری دهقانان عموماً کلندی استاد دوستبای را کار می فرمودند که هر کدامش 4 کیلوگرمی وزن داشت. می گفتند 10 کس هست که هر کدام آنها با استاد دوستبای کلندگر کلندهای 5 کیلوگرمی فرموده گرفتند. یکی از آن 10 نفر همین لطفیلا گوپان بود. اما مردم آنجا لطفیلا گوپان را از دیگر 9 نفر کلند فرق می کناندند و این دیوکار است می گفتند. نظر به قول آنها لطفیلا گوپان از پگاهانی تا وقت خوراک پیشین و از پیشین تا شام دم نگرفته کلن می زده است و در طعام خوری هم 4 برابر دیگر کارگران خوراک می خورده است. روزی من در لبی جوی مزرنگان که از درون دیه می گذشت با آبکشکم بازی می کردم. عبدالشکر خواجه نام از سید عطایی ها با 2-3 نفر جوانان آمد که جوی را بسته به چارباغ خود آب برد. اما آدمان او جوی را بسته نتوانستند. هر لای و خاکی که در جوی می ریختند آب شسته می برد. در این وقت لطفیلا گوپان پیدا شد و بعد از قدری کار جویبندی آنها را تماشا کرده ایستادن به عبدالشکر خواجه گفت: اما کیشان، من تنها خودم همین جوی را بسته دیم، چی می دید؟ 1 تا نان و 1 قبضه حلوای روغنی، گفت عبدالشکر خواجه. لطفیلا گوپان قبول کرد و غیر از ایزار همه لباسهایش را کشیده به کار درآمد. اول 2 کنار جوی 2 توده خاک داشت. دشواری کار در اینجا بود که در اینجا چیم و لای شیته نبود. درون جوی تماما ریگ و اطرافش خاک ریکامیز بود. با وجود این لطفیلا گوپان از آن کار نترسید و با آب در آمده خاکی در یک طرف توده کردهش را به درون جوی کشیده 3-1 وی را بست. بعد از آن به طرف دیگری جوی رفته از آنجا هم 3-1 را بند کرد. زوری کار اکنون سر می شد. آب جوی تنگ شده آمده از 3-1 میانه جای جوی با شدت می گذشت و خاکهای نرم نوریخته شده را شسته بردن می گرفت. لطفیلا فرصت نگذرانیده در جای گذرگاه آب کندلک خوابید. خاکهای در یک طرف ریختش را با سر و گردنش و طرف دیگر را با پاهایش نگهداری کرد. تنه او در گذرگاه آب گویا کنده‌ای بود که آب از بالای آن شاریده می گذشت.
لطفیلا در همین وضعیت کلندی دوستباییش را با سرعت زده از درون جوی از طرف آمد آب لای کشیده به تنه خود بند کرد. در آن وقت بازوان او چنان با سرعت حرکت می‌کردند که من به چیزی مانند کرده نتوانستم. فقط بعد از آن که از خاک بخارا راهی آهن گذشت و من حرکت بازوان آتشخانه پایز را دیدم، به خاطرم سرعت حرکت بازوان لطفیلا گوپان رسید. من در آن وقت در بین این دو حرکت یک مانندی پره را دیدم. بعد از آن که بند میانه جوی از تنه لطفیلا بلندتر شد، او از جایش خیسته به پس بند دو زانو نشسته و بندی خود را با شکم خود نگهداری کرده، باز با همان سرعت و چابکی اولش کلند زده از طرف آمد آب لای کشیده بند خود را بلند و مستحکم کرد و پس از آن از آب برآمده به بالای بند خاک خشک پرتافته بند را از خوف آببری ایمن نمود. استا احمق که وی هم در این تماشا حاضر شده بود به لطفیلا خطاب کرده گفت: دادر، الهی 1000 ساله شوی، نموری. عبدالشکر خواجه خندید و به استا احمق گفت: استا خواجه، شما لطفیلا را دعا کردید که قبول شدنش ممکن نیست و به او یک پلا فایده ندارد. کیست که در دنیا 1000 ساله شود؟ کیست که در دنیا نمورد؟ و جای این اگر می گفتید که الها بای شوی و شکمت از نان سیر شود بهتر بود. استا احمق با همون شکفترویی عادتیش به عبدالشکر خواجه گفت: رخصت دید اکایشان که من معنی دعای خود را به شما فهمانم. مرحمت کنید گفت عبدالشکر خواجه. معنی 1000 ساله شدن یک آدم آن نیست که، گفت استا احمق، او در زندگی خود 1000 سال را از سر گذراند، بلکه معنی این سخن همین است که او در زندگی مقرریش کارهایی کند که آدم دیگر در 1000 ساله عمر خود به شرط زنده ماندن آن کارها را میکرده باشد. این چنین معنی نمردن یک آدم هم این نیست که وی مانند آدم افسانگی آب حیات خورده زنده بدتر از مرده شده تا قیامت ماند، بلکه معنی این سخن این است که او چنان کارهایی کند که نام وی در دنیا زنده ماند. عبدالشکر خواجه استهزاکارانه و خنده‌آمیزانه پرسید: خوش، لطفیلا چیکار کرده میتواند که کاری او را دیگر کس در 1000 سال کند و نام او با کدام کارش در دنیا زنده میماند؟ استا احمق جواب داد: لطفیلا 30 سال عمر دیده است. در همین عمر خود از بازی که به دست خود کلند گرفته است یک خانواده را با مهنت خود سیر کرده آمده است. اما شما در 60 ساله عمرتان با مهنت خود اهل خانواده آن سو استد شکم خودتان را سیر نکرده اید. چرا؟ گفته سوال داد عبدالشکر خواجه با آهنگ استهزاکارانه و علاوه کرد: من همه وقت در موری دوکنی میگردم. از این کار هر ماه 100-200 تنگه مییابم. با همین کار روزم و روزی خانوادم با پادشاهی میگذرد. با چی کار کردنم در کار بود؟ بارک الله، گفت استا احمق با خنده. هرچی خودتان اقرار کردید. آخر موری دوکنی کار نیست. درست است که شکار حیوانات و پرندگان یک کسب است، اما موری دوکنی که شکار آدمان است چی معنی دارد؟ فریبگری، فریب داده بدمی خود کشیدن آدمان، گفت کسی از گوشه. همه خندیدند و عبدالشکر خواجه از خجالت سرخ شد و خودش هم در قطار آدمان خندیده. بیایید مانید این گپ‌ها را. اکنون از مهنت خود چگونه حلوا خوردن لطفیلا را تماشا میکنیم، گفت و به دستیار خود فرمود که از خانه 1 تا نان و از بقالی ارگنجیان 1 قبضه حلوا بیارد. گوپان 1 نان را 4 پارچه کرده، حلوا را هم به 4 قسم تقسیم نموده، در آنها پیچانده 4 دهان کرده خورد و 2 کفش را در یک جا چمچه ساخته از جوی آب نوشید و گفت: لب گفت آمد، دهان گفت در آمد، شکم گفت در بالا چی بود که پایین نفر آمد. همه خندیدند و جوانی به او گفت: لطفیلا اکا، اگر همین وقت باشد چند قبضه دیگر حلوا خورده میتوانید؟ اگر همین وقت باشد 3 قبضه دیگر، اگر بیگانه باشد 4 قبضه، گفت لطفیلا. گپی بیکار، 1 قبضه دیگر هم خورده نمیتوانید، گفت جوان دیگر. حلوا را تیار کنید بینید که من چی نوع میخورم، گفت گوپان. گرو میبندیم، گفت جوان دیگر. حلوای بیکار در کجاست؟ هر شرطی که کنید تا من راضی، حلوا را تیار کنید، گفت لطفیلا. 3 قبضه حلوا 3 تنگه پول، گفت جوانی که به گرو جیغ زده بود. اگر خورده توانستید حلوا نوش جانتان شود، به بالایش 3 تنگه پول هم میگیرید.
اگر نتوانستید 3 تنگه پول حلوا و 3 تنگه گروی 6 تنگه میدید. چی میگوید؟ چی میگفتم؟ از هضم شده رفتن حلوای حاضر خوردگی هم بیشتر بیارید که سیر شده مانم میگویم ده، گفت لطفیلا. حلوا را آوردند. لطفیلا به خوردن درآمد. از بالای هر یک دهن حلوا یک قلط آب می نوشید و بعد از خورده تمام کردن از گرو بستگان 3 تنگه هم گرفت. در حقیقت شما 6 تنگه نه 7 تنگه بردید، گفت به لطفیلا کسی که حلوا را آورده بود و ایضاح داد. 3 قبضه حلوای مقرری 3 نیمچه 1.5 کیلوگرم می آمد. من برای فریب دادن شما 4 نیمچه 2 کیلوگرم را 3 قبضه برانده آورده بودم که 4 تنگه می استد. بسیار نقص کردید، گفت لطفیلا و به عبدالشکر خواجه اشارت کرده دوام نمود. اما ایشان هم آدمان را فریب داده پولشان را خورند، شمایان مرا فریب داده پول خوراندیتان. این بسیار نقص. همه خندیده از جا خسته پراکنده شده رفتند. من در احمد دیوبند نام اثری خود لطفیلا گوپان را یاد کردم. پدرم در ساکتری بعد از فارغ شدنش از کار دهقانی همیشه به بافندگی مشغول شد. از همه بیشتر کرباس بافت. او یک قسم وی را به ششتگر داده شیته کنانده به خود کرته لازمی دوزانید. دیگرش را ابره و استری کرپه و کرپچه، بالیش، دسترخوان و دیگر چیزهای در کاری خانه دوزانده به چیتگر داده رنگ کنانده گرفت. چیتگرها عادتا هر چیز را موافق خودش نقش و رنگ می کردند. بنابراین اول دوخته بعد از آن برنگ دادن در کار بود. قلمی مانده به ما کرته لازمی و به خودش هم به ما یک ته دوزانید. علاچه مانده خودش و هممان را با جامه های تهپوشی و روپوشی تامین کرد. تنها به حکم که او بخارا می رفت یک جفت کرته لازمی صوف و یک ته چیت از مال فابریک خریده دوزانده داد. دیگر هممان از متاع خانه می پوشیدیم. پدرم بیشترین رنگ چیزهای بافتنیش را هم خود تیار می کرد. از اسپرک رنگ نخودی زرد، از نارپوست رنگ سیاهچه، از آمیختن اسپرک نمیدانم با کدام چیز سیاه رنگ پستگی، از رویان رنگ سرخ و دیگرها را می ساخت. تنها رنگ زیتونی و نیلابی را بر انگریز رنگ می کنانید که آنها این رنگ ها را از نیل هندوستان تیار می کردند. به همه این کارها مادرم یارمندی کلان می داد. بعد از غنداشتن سر درختی ها بیشترین عمر او به چرخریسی، ریسپاندریسی، کلاوه، زغوته و ناچه تیار کنی می گذشت. کارهای کلاوه رنگ کنی را هم با نشانداد پدرم او می کرد. در آخرهای زمستان پدرم به محله بالا رفتن خواست که در آنجا چوبهای در دست داشتش را چرخی آسیا تراشد، چرخی تیار کرده و چرخهای تیار شدنی را به آسیاهای اطراف فروشد. مادرم در یک حوله ویران با 2 بچه میده از تنها ماندن ترسیده به رفتن او ناراضگی بیان کرده باشد هم نشونید. شمایان را گرگ نمی خورد، اگر فرض کردیم که گرگ بیاید هم خیبر است، گفت و برآمده رفت. رودی نوی شافرکام. بهار آمد. دوچه ها از گل برآمدند. نوده های توت های بلخی غوره بستند. درختان خسک توت برای خوراک کرمک های پیله کلک شدن گرفتند. جوی مزرنگان بالای آب سیل های بهاری پر از سرخاب شده می شارید. دهقانان جفت می بستند، زمین می راندند و می کشتند. فراشتروک ها لای های شیته را به شکل پنبدانه لنده کرده آورده در شیفت های خانه ها در پهلوی بالارها با کمال مهارت به طرز نیم کشتی برای خود خانه می ساختند. لک ها بر پیشتاق دروازه مزار برای خود آشیانه می بستند و از دریاباد از میان سوززارها مارهای آبی را شکار کرده آورده می خوردند. مرغانی تیتوی طاووس رنگ که بال و پرهاشان با رنگ تاب نظر روا بودند از لک ها خوسیده از تگ بوته به تگ بوته دیگری می جهیدند و با قهقاسی هیجان آمیز خود هم جنس هایشان را از خوف آگاه می کردند. خلاصه از آدمان گرفته تا پرندگان و رستنی ها همه چیز در حرکت بود. در یکی از آن روزها که ابر بهاری از پرتو آفتاب شعشعه‌دار آدمان کاری را سایه‌داری میکرد، پدرم از دهه محله بالا آمد. به من که در آن وقت در پسکوچه پشت مسجد خیبر را سوار شده خرتازی میکردم و شادی کنان او را پیشواز گرفتم، هیچ التفات نکرد.
خیبر را هم که با صدای مخصوص سگانه گویا او را خوش آمدید می گفت هیچ دوستداری ننمود و خر را در زیر درخت توت بسته و خورجین را به دست گرفته به حولی درون درآمد. من و خیبر از وی پیشتر به خانه درآمده مادر را از آمد پدر خبر داده بودیم. او هم از خانه دویده برآمده خورجین را از دست پدرم گرفت و سلامتیش را پرسید. با او هم غیر از پرسجوی عادی و رساندن سلام پدر و مادرش چیزی نگفته به خانه درآمد. مادر خورجین را در ایوانچه آشخانه گذاشته زود به خانه درآمده سله و جامه پدر را گرفته به میخ دیوار آویخت و در جای نشست او کرپچه پهن نموده لوله بالیش ها را در پهلویش گذاشت. پدر با همان وضعیت اندوهگینانه به مادرم زودتر سماوار مانده چای دم کن و از درون خورجین گوشت را گرفته سریشته کن که گربه نخورد گفت و خود لوله بالیش ها را در سرگه کرپچه گذاشته دراز کشید و من در جایی که روی غم آلود او نموده می استاد خاموشانه نشستم. مادرم بعد از چای دم کرده آوردن به پیش پدر دسترخوان کشاد نان و غولنگاب نهاد. پدر از جایش خیسته نشسته به چای نوشی و نانخوری درآمد و حالا هم پیشانه‌اش گشاده نمیشد. مادرم باید برای فهمیدن این وضعیت پدر باشد که از وی پرسید مگر چرخها فروش نشدند؟ فروش شدند. 2 درخت گوجم هم خریده غلطانده به اندازه چرخ بریده ماندم که در ایام تابستان رفته می تراشم گفت در جواب و باز خاموش ماند. خدا نکرده مگر در مجازتان گرانی دارید که اینقدر پژمرده و غمگین می نماید؟ گفت مادرم این گرانی در من از مجازم نه بلکه از احوال تومن شافرکام آمد گفت پدر و باز خاموش ماند. مادر نوگ کلاوی چگیل شده احوال پدرم را یافته بود اما تفصیلات میخواست. بنابراین گپکاوی کرده پرسید میگفتند که در شافرکام رودی نو برآوردند مگر این راست است؟ راست است گفت پدر و علاوه نمود کاش که رودی نو نمی برآوردند. کاری این رودی نو به بالای آن خرابی که به سر مردم آنجا از ریک پخش کنی آمده بود بالای مرده 100 چوب شد. پدر یک قدر کشاده شده به حکایه در آمد. نظر به نقل وی مردم تومن شافرکام تیر ماه گذشته به سر خود کوشش کردند که رود کهنه را از سر نو کافته آب جاری کنند اما نتوانستند. چندین بار ریک کشانی کرده تا یابان قاقا یک چیلدرابه جاری نمودند اما از میانه 2 روز نگذشته از لبهای رود به درونش باز ریک شاریده فرآمده دوباره گرانیده است. بعد از آن کلان شوندگان و ارباب و امینهای تومن به امیر عرض کردند که رودی نو برآورده دهد خرج و کارش را اهالی تومن به گردن میگیرد. امیر به 4 حاکم تومن با قاضی و رئیس و املاکدار میرشب شافرکام فرمان فرستاده است که سر شده کار رودی نوبراری را به انجام رسانند. آنها بعد از معین کردن جای کشیده شدن رودی نو حشر اعلان کرده به کار در آمدند. اما از سر زمستان تا حال که از میان 6 ماه گذشته است به زور نیم سنگ 4 کیلومتر جای را کاواندند. ولیکن در این مدت بقیه دارایی مردم آنجا که از خرابی ریگ زیرکنی مانده بوده است به خرج 4 حاکم رفته است. پدرم رفت کار رودکاوی را به طرز زیرین حکایه کرد. روز من برای دیدن رفت کار حشر به سر کار رفتم. 4 حاکم با آدمان خود و ارباب و امینان تومن قریب 200 کس شده در یابانی وسیع چادر زده نشستند. صدها نفر مردم حشرچی هم هر جا خوابیدند. قصاب گوسفند میکشت، آشپزها آش پلو و کباب و نانوایها فطیر روغنی میپختند. اسبان آن گروه 200 نفری در پیش چادر صاحبانشان بیده کبود میخوردند و جوالهای پرجو برای یم شبانه آن چارپاها آمده بودند. آقسقالان دیهه ها به خرها بار کرده برنج، جو و آرد می آوردند. در هر جا پیش چادرها سماورهای کلان در جوش بودند. آن گروه 200 نفری پلو و کباب ها را خوردند، چای هم می نوشیدند. وقت هم خیلی گذشته به آفتاب فرو روی تخمینا 2 ساعت مانده بود. در آن وقت امین ها از چادرهاشان برآمده هر کدام پایکارهای دهه خود را جیغ زده فرمودند که حشرچی ها را غنداشته به کار درآرند.
تا غم شده کار سر کردن حشرچیان هم قریب 1 ساعت دیگر گذشت. وقتی که کار سر شده هر دهه از سهم خود تخمینا 1-2 زمین کافته بود که روز هم تاریک شده آمد و با فرمایش امینان پایکاران و حشرچیان ندا دادند که امروز کار تمام، فردا بر وقتتر به کار آیند وگرنه باقی پولی خواهند داد. انا رفت کار همین طرز است، گفت پدر در آخر سخن خود. از این طور کشاله کردن کار به 4 حکیم چی فایده؟ گفت مادرم. اگر کاری حشر تمام شود آن گروه 200 نفری آن پلو، کباب و فطیر را از کجا میخورند و از پاشان بیده و جو را از کجا مییابند؟ گفت پدرم در جواب. و حال آن که فایده آنها با این خوراک نمیماند. اگر هر روز 10,000 تنگه برای خرج حشر از مردم جمع کرده گیرند، نیمه آن را نقد میدوزند و نیمهش را پخته میخورند. پدرم 1 پیاله چای نوشیده قدری خاموش ماند. در وقت خاموشی در چشمانش یک نور جسارتی افتخار آمیز درخشید و به مادرم نگاه کرده گفت: من یک کار کرده آمدم، نمیدانم فایده میدهد یا نه. به فکر خودم فایده میدهد. مادرم قدری منتظر شده ایستاد. دید که او درباره آن کار چیزی نمیگوید. از وی پرسید: چی کار کردید؟ حالا از وجه آن کار من به کسی چیزی گفتن درست نیست. تو هم از آن وجه به کسی چیزی نگوی، گفت و به شرح کاری کرده خود درآمد. من دیدم که مردم تومن تماما بی خانمان می شوند و رودی نو هم نمی براید. 1 تخته کاغذ کلان را پر کرده به امیر عریضه نوشتم. در عریضه رفت کار را به طرزی که حاضر گفته گذاشتم شرح دادم و طلب کردم که برای پیش بردن کاری حشر یگان کسی خدا ترس را فرماید که این کار زودتر تمام شود. دیر ماندن این کار هم به خلق ضرر دارد هم به دولت، زیرا وقتی که رود کافته نشود و آب جاری نگردد البته زمین ها از کشت میمانند. در آن صورت پادشاه خراج و مالیات را از کجا میگیرد؟ عریضه را از نام کی نوشتید؟ گفت مادرم. از نام خود نوشتم، گفت پدرم و تفصیل داد. لیکن نام خود را معلوم نکردم. در آخر عریضه نوشتم که نویسنده این عریضه در این تومن نه زمین دارد و نه برای او آب در کار است. این احوال خالصانه به امید منفعت رساندن هم به خلق و هم به دولت به جناب عالی عرض کرده شد. عریضه را به امیر رسانیدید؟ گفت مادرم. باید رسد، گفت پدر و علاوه کرد. عریضه را نوشته به برادری تو قربان نیاز که جوانی با جسارتی عاقل است سپردم که او بخارا رفته در روز جمعه در وقتی که امیر از ارگ برآمده به مسجد می رود در میانه گروه مردم ایستاده در وقتی از پیشش گذشتن امیر عریضه را بلند بردارد. شاطر گرفته به امیر می دهد. امیر بعد از خواندن این عریضه باید یگان چاره بیند، چون که فایده خودش است. بعد از آن که پدر حکایه کاری خود را کرد، گویا که عریضه‌اش نتیجه عملی داده باشد، روحش بلند و رویش گشاده شد و از آن اندوهی که در وقت آمدن داشت در بشره‌اش اثری نماند و به کارهای هر روزش مثل پیشتر مشغول گردید. بعد از 15 روزی از محله بالا آمدن پدرم، اکم با سید اکبر خواجه تحصیل را تمام کرده اشهر آمدند و بعد از 2 هفته دم گرفتن هر دویشان به پیش خطیب دیهه باز درس سر کردند. بعد از 1 ماه دیگر تقایم ملا دهقان برای دیدن خواهرش مادرش به خانه ما آمد. از روی قول او وی در بخارا با پسری قاضی غژدوان قاضی عبدالواحد شریک درس بوده است. بعد از تمامیت تحصیل هر دو به غژدوان آمدند که در آنجا در پیش قاضی درسخانه را دوام کنانند. اما از امیر به نام قاضی مذکور مبارک نامه آمده است که وی در تومن شافرکام رفته به کاری رودی نوبراری راهبری نماید و کار را به طرز تشکیل کند که تا آخر تابستان در رودی نو آب جاری شده دهقانان برای کشت‌های تیره‌ماهی از آن آب فایده برده توانند. پدرم با شنیدن این سخن تقایم از شادی گویا قد می پرید و به نظرم چنان می نمود که در جای نشستگیش گویا قدش به طرف آسمان بلند شده رفته ایستاده است و گردنش را راست کرده سری سینه‌اش را به طرف پیش می برآورد.
معلوم میشد که خرسندی از این خبر پیدا شده به دلش نمی غنجید و صندوق سینه‌اش وسیع شدن را میخواست. با همه این، غیر از یک نگاه معنیداری با تبسم شادیانه آمیخته‌ای که به مادرم کرد، دیگر چیزی نگفت و از خصوص عریضه خودش لب نگشاد و از تقایم پرسید: خب، بعد از تأمین شدن سرکار نو، کاری حشر چطور رفته ایستاده است؟ وقتی که من در غیژدوان بودم، گفت تقایم در جواب، این فرمان به قاضی داملای ما رسید. او درسگویی را خوابانده به سری حشر رفت. من یک چند روز دیگر با شریکم قاضی زاده در آنجا ماندم و از آنجا به اینجا آمدم که همشیره را بینم، بعد از آن به پیش پدر و مادر روم. بنابراین از رفت کاری حشر خبر ندارم. همین قدر شنیدم که امیر 4 حاکم شافرکام را که تا حال در حشر راهبری میکردند از منصبشان بیکار کرده، مال و ملکشان را مصادره نموده است. تقایی هم بعد از 10 روز در خانه ما ایستادن به پیش پدر و مادرش رفتن خواست. پدرم هم خواست که همراه او رفت کاری حشر را در زیر راهبریت قاضی غیژدوان تماشا کند. من هم طلب کردم که مرا همراه خود برد. پدرم راضی شد. ما هر سه به محله بالا رفته راست به حولی بابایم فرآمدیم. موسفیدان دیهه برای دیدن پدر و تقاییم آمدن گرفتند و هر کدامشان از درست راهبری کردن راهبری نو در کاری حشر گپ می زدند و اظهار خرسندی می نمودند. نظر به قول آنها، قاضی غیژدوان حشرچی ها را فرموده است که همگی در اول روز به حشر حاضر شده به کار درآیند تا تاریکی روز کار را دوام دهند. وقتی پیشین برای خوراکخوری 1 ساعت دم گیرند. هر حشرچی نان خود را از خانه خود آورده خورد. ارباب و امینها هم خوراک خودشان را از خود بیارند و از دهقانان برای خرج حشر چیزی نستانند. خود قاضی هم به سر کار با 2 آدمش می آمده است. یکی برای به هر جا خط و خبر برده آوردن، دیگری برای خدمت خودش و خودش هم خوراکش را از خانهش می آورده است. در مدت 10 روزی که قاضی عبدالواحد کار سر کرده است، اندازه کار به مقدار کار 6 ماهه گذشته برابر شده است. پدرم بعد از شنیدن این خبرها از اوله هم زیادتر خرسند شد و به تقاییم گفت: بیایید ما هم رفته کاری حشر را تماشا کنیم و به حشرچیان مانده نشوید گوییم. تقاییم راضی شد. پدرم مرا هم همراه خود گرفت. جای حشر به دیهه روبه ها که در جنوب محله بالا بوده، در بین این 2 دیهه 1000 قدم بر این راه بود، رسیده بوده است. ما به آنجا رفتیم. قاضی در حالتی که میانش از روی بستگی و به دستش یک عصای جوبیدی دراز بود، در لب رود نو راست می ایستاد. او یک آدمی لاغر بدن میانه قد، سبزینه چهره، ریشش میانه و سفید و ابروهایش مانند ابروهای عمک بابای من غوث و درازمو بود. تقاییم با تعظیم شاگردانه خم شده با او واخورده کرد و پدرم را هم یزنم و برای زیارت شما آمدن گفته شناسا کنانید. قاضی با پدرم واخورده کرده ایستاده به تقاییم گفت: آن کسی که سواد شما را برآورده به مدرسه برده مانده است، همین شخص باید باشند. همین کس، گفت تقاییم در جواب. قاضی به پدرم نگاه کرده. من از پسر خود که شریک دادر عروس شماست به خواندن این جوان سبب شدن شما را شنیدم، گفت و دویم باره با پدرم واخورده کرد. وقتی که چشم قاضی به من افتاد: این پسری کیست؟ گویان از پدرم پرسید. پسرچه من، گفت پدرم در جواب. قاضی مرا برابر سرش برداشته بعد از آن به زمین گذاشت. الهی کلان شوی، ملا شوی، دانا شوی. گویان از کیسه بغلش یک دانه کنفیت جایداری که به کاغذ سرخ پیچاندگی بود برآورده داد و از پدرم پرسید: پسر چه میخواند؟ همین تیره ما به مکتب میدیم، گفت پدرم در جواب. تقاییم قربان نیاز، روشن نیاز و نیازخانها هم در بین حشرچی ها بودند. آمده با پدر و تقاییم واخورده کردند. اینها کی؟ گفته پرسید قاضی. دادرهای من، گفت تقای ملا.